از آقای فروغی ارجمند و گرامی یک دنیا سپاسگزار و ممنون. دوستان عزیز، بسیار جالب است که در تداوم و استمرار تبصره های بسیار بسیار بلند جناب فروغی، امروز ما به برنامه دیگه با آقای زیا حافظی داریم. جناب زیا حافظی در لاین است، کوشش میکنیم که اینا را بیاریم در روی پرده تلویزیون. آقای حافظی سلام و درود، خوش آمدین، صفا آوردین به پندارها و گفتارها و به خصوص که نخستین بار است که حضور مبارک شما را اینجا من شاد باش میگم. سپاس فراوان جناب روستای گرامی. بختیار است که ما با شما در اولین برنامه است که سهم بگیرم. امیدوار هستم که بتانیم در موضوعی که شما سوالاتی که مطرح میکنین ما پاسخهای قناعت بخش ارائه بکنم. تشکر از شما. سپاسگزار از شما جناب حافظی صاحب. اگر اجازه تان باشه پیش از این که ما و شما به صحبت بپردازیم، یک ویدیو کلیپک کوچک در رابطه با مسئله که ما و شما امروز صحبت میکنیم و او بدخشان است بگذاریم. بینندای عزیز، در اعلان برنامه شما دیدین که برنامه امروز ما به صورت مشخص در مورد یک حادثه تقریبا 10 سال پیش، یعنی در 2014 در بدخشان این برنامه ما برگزار میشه که او عبارت است یک زلزله بسیار یا زمین لرزه و یا ای که مدسلاید میگن فکر کنم به انگلیسی، یک خیزش بسیار بزرگ از زمین در زمین صورت گرفت که در نتیجه از او به هزارها خانه یا صدها یا دهها خانه ویران شد و به صدها و هزارها نفر کشته شد و سراسر جهان مردم کمک های مالی و مادی بر از مردم کردند که هم اعضای خانواده خود از دست داده بودند، هم خانه خود، هم مواشی خود، خلاصه کلام هر آن چیز بود هست و بودشان که بود نابود شد و کسایی که نجات یافتن اونا بی سرپناه به هزارها نفر بی سرپناه باقی موندن و هم دوستای داخلی افغانستان، هم مردم افغانستان، هم دوستای بین المللی و مردم در مجموع کمک کردند. صحبت ما در این رابطه است و چرا با آقای حافظی صحبت گرفتیم؟ برای اینکه آقای حافظی در رابطه با کمپاین جمع‌آوری پول برای آرگوی بدخشان پیش قدم بودن که خودشان پسند میگه و در عین حال بسیار رازها و قضایا را خبر دارند که میتونن امروز به شما یک بار دیگه به خاطر از این بگوین که ما متوجه باشیم که کمک‌های ما به کجا میره. پیش از اینکه برنامه خود شروع کنیم به صراحت بیننده های عزیز بگویم که خدا نخواسته هدف ما توهین، تحقیر، بی‌حرمتی به هیچ هموطن ما نیست. از هر کسی که جنایت کرده یا نکرده او بحث‌های علیحده است که ما تحلیل میکنیم و انتقام جویی، کینه جویی کدام حرف نیست، اما یک سلسله حقیقت ها را من حیث کار روشنگرانه و من حیث از این که ما بتانیم در آینده از این تجارب تلخ بیاموزیم و کارکرد خود مطابق از او عیار بکنیم، به همین خاطر است که ما همین برنامه را گرفتیم. بنان اگه اجازه تان باشه حافظی صاحب، اول یک ویدیو کلیپک میگذاریم، بعد از او صحبت خود با شما شروع میکنیم. بکی دقیق است. باشین که من اگه پیدا کرده بتانمش. در غیر از یک بخش بسیار کوچکی از ده ها کلیپ است که ما تهیه کردیم و یک کلیپ است که باید روان میشه به مرجعی که باید بازخواست بکنه. بله. باشین که ما پیدا شما دارین امی ویدیو کلیپ که شیر کنین کتیما؟ فکر لطافت طلوع که هست امی را پیدا کرده بتانین شما. من نمیفهم که چرا ما اینجا با پیدا کردن از او اگر نشد باز ادامه میدیم صحبت خودم. بله ما کوشش میکنیم پیدا کنم. ببینم که ما اگر بتانم. خب اگر او فعلا نیست ما یک از شرایط فعلی و باریکرگو بسیار خوب. شما صحبتایتان
آغاز کنین. یه نه بگمانم خونه یک چیزی رو شما انداختین اما یک بخش بود، خب میشه کمی رو بگذاریم اگه اجازه بدید. این یک گزارش است که بینندگان گرامی ما شما ببینن که با میلیاردها دلاری که جمع شد به ارگوی بدخشان، بله روز اینی حالت دارن و این مردم در این مصیبت گرفتار هستند. ویدیویی است که تقریبا 4 ماه پیش این بسیار خوب، اجازه تان است کمی رو بگذاریم. بله بله چرا صدا نداره؟ به نام یاد خداوند متعال، سلام و درود به پایان از کوههای بدخشان زیبا حضور همه. لرزش زمین در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به بیشتر از 2500 تن رسیده است. این لغزش زمین چند روستا را بلعیده است. این بخش ولسوالی ارگو را خطرناک می‌گویند. ساکنان این روستا وحشت زده شدند و سراسیمه نزدیکانشان را در زیر آوارها جستجو می. یارستان امروز 16 ماه می سال 2020 میلادی است. اردکمو متصلای شد یا تپه لغزید از اثر بروریا. یک تعداد زیاد هموطنان ما در بدخشان گیر آمدن، جان دادن، به خانمان شدن. 240,000 دلار برای مسکینیار مردم کمک کرد که عاجل برسانه. تا امروز رایی نکرده. ما برای شما ضمانت میکنم. سال 2017 محمد برای ما گفت که پیسه ما بخیر چی جور میکنیم، یک ارگانیزیشن نان پرافیت رو میکنیم. پیسه برای از داده نشده. مسکینان از سالها در این دنیا 240,000 یک چیز دیگه کرده، اما دیگران دیگه چند دفعه دیگه کرده. ما امیدوار هستیم که شما این کار کنید. با ما زنگ دهیم که ما این را میخواهیم که به اترنی جنرال کالیفرنیا چی کنیم، ما راجع بسازیم. پولایی که با ارگوی بدخشان جمع آوری شد چطور شده به حساب استاد؟ اول که شما از موضوع خارج گپ میزنین، دومی که شما هیچ اطلاع ندارین. ما تقریبا 2 ماه به این طرف هست که کمک‌های بسیار زیاد به کابل و همچنان به ولایت هرات فرستادیم. امیدوار هستیم بعد از این هم برنامه ما را خبر دارم این مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن با خدا نان خوردن ندارن، دوا ندارن، کرونا هستن. اگر یک دستی کنه که نگاه وقتی کمک تو اجازه بدید از طریق تلویزیون بشنوید، از طریق تلویزیون بشنوید. امروز این مرض یا این ویروس که گرایبان و ما سر تو هم وعده سپردیم که در یک فرصت مساعد همچنانی که ما افراد و اشخاص معتمد در هرات و کابل پیدا کردیم، اگر ما در بدخشان هم پیدا کنم، ما بخش از این کمک‌ها را قبلا اختصاص دادیم برای اینکه به اون محل اصلی که بدخشان است و این برای بدخشان جمع شده بود به موجه و به اون قریه و به اون منطقه تقسیم شود. این پولی که ما جمع کرده داریم ما برای ساختن مثلا یک لیلیه مثلا میخوایم یک سرپناه برای بیوه ها اختصاص داده بودیم، برای ساختن یک مکتب داده بودیم. این برای از این نبود که مثلا ما سر مردم تقسیم کنیم، اما چون ما تقریبا 2 ماه به این طرف هست که کمک‌های بسیار زیاد به کابل و همچنان به ولایت هرات فرستادیم. اون اوضاع بسیار خراب است. از اون جایی که بدخشان هم جزء افغانستان بزرگ است و در افغانستان اصلا هیچ قوم و هیچ قبیله از هیچ یک از همدیگر برتری ندارن. برای من تشکر از اینکه خدا کنه که از اینکه شما باز هم علاقه گرفتین. امیدوار هستم که مغرضانه یا غرضانه نبوده باشه. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان. یک 10 نفرتان که به اترنی جنرال کالیفرنیا بگوین قران پیسه تان پس گرفته میشه. بله حافظی صاحب شما شنیدین، بیننده ها شنید، اما ما پیش از اینکه در این رابطه صحبت بکنیم اول از شما مختصرا بسیار فشرده اگر برای چند دقیقه بگوین که بعد از حادثه آرگوی بدخشان شما چی کردین، چی کارا را انجام دادین، بسیار فشرده که باز بعد از او بریم سر دیگه همین مسئله اساسی
که دستبرد پولهای ویزا هم گفتید که به نام بدخشان گرفته شده. بفرمایید. تشکر. درود فراوان خدمت شما عرض بکنم که قبل از اینکه حادثه ارگو به وجود بیاد ما برنامه به نام نگین هویت در تلویزیون صدای افغانستان داشتم و سفرهای به داخل خارج کشور انجام میدادم و ناهنجاری هایی که میدیدم ما را به این واداشت که باید دست به کار شوم. کمک هایی که به افغانستان از طریق NGO میره و پروژه‌ای که گرفته میشه اینا را یک سر سامان بتیم. به اون خاطر 1 سال قبلش ما همی بنیادی به نام پیوند آریانا را ایجاد کردیم که در این دوستای بسیار بزرگواری سهم گرفتن و این پروسه دوام داشت. اساسنامه‌اش هم نوشته شده بود. در همین جریان حادثه بسیار اسفبار ارگو رخ داد. بله. و این حادثه رخ داد ما همی کمیته که در حال ساخت و ساز بود تصمیم گرفتیم که یک فندریزینگ بکنیم و تمامی همین نهادهای خیریه‌ای که در امریکا بخصوص وجود داره اینا رو بتونیم که منسجم بسازیم و یک کاری عملی رو شروع بکنیم که حسابدهی باشه و کمکی بتونیم به مردم مظلوم بیچاره انجام بدیم. و ما امی اعضای کمیته تصمیم گرفتیم که یک فندریزینگ بزرگ بکنیم و ما از جناب فطرت روان شاد باشه عبدالقدیر فطرت که پیشگامی از این گپ با ما شد و کسی را با ما معرفی کرد به نام آقای چکزاد که او به نام راکلین فاندیشن داشت و او امروی ما یک جای با دسته مؤسسه خیریه دیگه یک جای شدیم که راکلین فاندیشن بود، همیرا فاندیشن بود، چلدرن آف وار بود و یک تصمیم به همی گرفتیم که ما مشترک همی 5 نهاد فندریزینگ میکنیم و تحت نظر هیئت و این میریم در افغانستان توزیع میکنیم و پروژه‌ای که لازم باشه زیر دست میگیریم. با این رابطه ما چند نفری که بودیم که از جمله میتونم بگویم که عبدالولی ولی بود کمیسیون ما، نواسه شای مدولی خان، بله شخصیت بسیار بزرگوار، دکتر سیب امینی متین بود، انجینیر سیب پیامجانی دانش بود، مونیسا جان بود و چند دوستای دیگه. ما همین تصمیم گرفتیم و با آقای شکیب علومی دوجانی نظر خداوند غریق رحمتش کنه او وظیفه گرفته از آقای مسکینیار بخوایم که اینمی نهادا کلش تصمیم گرفتن که اینمی یک کار مؤثر انجام بدن که هم درد دوای حادثه فعلی شود و هم با آینده یک کمیسیونی به اصطلاح یک نهادی مشترکی که بتونه حسابدهی و گپا بکنه. با مجردی که ما این گپا با آقای مسکینیار گفتیم و آقای مسکینیار آنن شروع کرد به فندریزینگ. وقتی که ما برش تماس گرفتم که آقای مسکینیاری جو ما چندین نهاد خیریه هستند، نهادهای بسیار مشهور مثلا چلدرن آف وار یا راکلین فاندیشن و همین بنیاد ما، گفت که خب حالا ما شروع کردیم یک 2 روز مرا وقت بتین بعد از او به شما 1000 دفعه بید. ما 2 روز صبر کردیم و در جریان 2 روز ما فقط به مسجد توحید رفتیم و یک صحبت کردیم و می اعضای هیئت پیوند ویدیو گرفتیم که در کلش در فیسبوک وجود داره، در همین لحظه در آرشیف ما هست. بعد از او باز وقتی که برش تماس گرفتیم که چطور میشه، گفت که والا شما چی کار هستین؟ گفت ما را با شما چی، ما مردم سر ما اعتماد کرده، من خودم این کار میکنم. بله. بسیار متاثر شدم، واقعا متاثر به دلیل شدم که ما یک آرزوی بسیار بزرگی در سر داشتیم و این مشکل بود که همین نهادها را شما یک جای بکنین و کلگی حاضر باشن که کاری مشترک بکنن و گزارشدهی بکنن. با آقای خطاب مراجعه کردیم، آقای خطاب متاسفانه ما را جواب رد داد. به هر حال ما با همین کمیته چند پولی که جمع کردیم بسیار ناچیز در حدود
12,000 چند روپه که 7,000 در حساب راکین فاندیشن ما این پیسه را گرفتیم و قرار بود که ما 2 نفر از جا ما دو جان نظر بریم. دو جان نظر مشکلی برش پیدا شد و ما را توظیف کردن که باید خودم برم و ما رفتم در ارگوی بدخشان. جا کمیسیونی را ایجاد کردیم در اونجا که 3 نفر خلیفه جوره که از عیارای فیض‌آباد و آجی قدیر جان دانش و 2 نفر از خود هیئت رسمی دولت از چی گرفتیم، بله. از منطقه آها. و طبقه همونجا حدود بسیار زیاد مستحق واقعی و غیر واقعی هم بودن. ما یارا قرآن قسم دادیم همون مستحقای واقعی را 103 خیمه بود. با تمام از همی هیئت رفته و ما ویدیو به دستم بوده و که ویدیوش کلش در چی وجود داره، در یوتیوب وجود داره که زیای حافظی هر کس مراجعه کنه و در برنامه نگین هویت هم هر از گاهی پخش بشه. بعد از اون با والی رفتیم اوراق گپا را با والی دادیم. آقای ادیب خدا بخشش بسیار سپاسگزاری کرد، تشکری کرد از اینکه شما بسیار به شکل شفاف توضیح کردین و ابتکارش ما را. بعد از اون باز پیش آقای سایست رفتم، معاون کمیته استقرار بله. و تا پهلوی از این ما تلاش به این کردم که همین مردم باید جابجا شوند یک جایی که خیمه زده شده بود و در حالت زمستان پیش روی بود. بله. خب صحبت با او کردیم، با او پرسان کردم که ما خب یک کمک بسیار ناچیز آوردیم. ما هدفم به عنوان یک خبرنگار گزارش گرفتن است و دنبال کردن همین قضیه ارگوره که چه قسم بتونیم همین نهادها و کمکایی که شده به اینجا مکتب ایجاد شود، کلینیک جور شود و شهرک ایجاد شود. خلاصه از اونا پرسان کردم که ما عاجل آمدم ولی یک شخصیت بسیار معروفی افغانستان آقای مسکینیار که صاحب تلویزیونی هستند، اینا ابتکار به دست گرفتن و پیسه هنگفتی جمع کردن که در یک کلیپ ها با شما روان کردم، شما رو حتما دیدین و اونا گفتن که با ما با این نام کسی را نمیشناسیم، مراجعه نکرده. والی هم در اونجا گفتم 2 مرجعی که بود. به هم حال ما بعد از اون روزی هم که میرفتم آقای مسکینیار یک کنسرت بسیار بزرگ به نام بدخشان میرفتم، برایش زنگ زدم آقای مسکینیار من میرم، ما زاده امو شهری هستم که همین رانش زمین در اونجا صورت گرفته، 15 کیلومتر فاصله داره، هر وقت که میای ما در خدمت هستیم. گفتم ما حیات خدا دارم ما میم. بسیار خوب. از این قضیه متاسفانه ما تقریبا 4 ماه در کابل ماندم، بدخشان میرفتم میامدم و پیگیر همین قضیه بودم که باید اینا زمستان به جای انتقال شوند. و به هر حال 1 سال از این گذشت و ما باز رفتم که یک حدود 100 خانه از پیسه $1,000,000 هندوستان جور شده. بله. و او ویدیو گرفتم از اونجا و مصاحبه کردم با اون انجینیر که اونجا بود و پس امریکا آمدم. اتفاقا در یک محفل برخوردیم که آقای مسکینیار اونجا با پرسان کردم که آقای مسکینیار چطور شده موضوع بدخشان 1 سال پیش شما چی کردین؟ گویا این را باید توضیح بدم که آقای مسکینیار بر هویت مرا نمیشناخت. بله. و گفت که ما اونجا یک شهرک ساختیم. خب گفت یک شهرک ساختم، واقعا ما بسیار نتونستم خود کنترل کنم. احمد شاه حسن خواننده بسیار آوازخوان هنرمند مشهور اونجا حضور داشت، برای ما توصیه کرد که کوشش کرد که با این آدم به اصطلاح ستیزه نکنی. خب به هر حال اونجا وقتی که ما برش ویدیو را نشان داده که محمل از بدخشان آمدیم 1 هفته شده و این برآشفته شد سر ما که تو چیکار هستی که از ما گزارش میگیری. نزدیک بود محفل اونجا برهم بخوره، باز چند نفر وساطت کردن خیلی شما بشینید با هم گپ بزنید. بعد از او آقای مسکینیار چندین بار که ما زنگ زدم اونا جواب ندادن و ما 6 سال بعد 6 سال بعد
پیگیر قضیه بودم که آقای مسکینیار چی کرد. از تمام مراجعی که بود ما چی گرفتم، اول گرفتم هیچ جای کمک یک سنتی آقای مسکینیار کمک نکرده. تا سرانجام آقای زیای شریفی را و یکی از دوستا را وظیفه گرفتیم که باید یکی از برنامه‌های لایفشون بریم که شما همینجا برنامه لایف شما گذاشتین. متاسفانه یک مشکل تکنیکی داشت، صدا صحیح شنیده نمیشه. بله. در اون واضح آقای مسکینیار میگه که بله ما 6 سال پیش پیسه را جمع کرده بودم، برای ازی جمع نکرده بودم که با بارتم توضیح کنم. ما برای ازی جمع کرده بودم که باید شهرک بسازم، باید کلینیک بسازم، باید تی بسازم، باید تو بسازم. و او آدم اصرار میکنه که بلیاز خدا مردم سوالات خرابی دارن، یک چیزی کمک کن. بله. و آقای مسکینیار وظیفه وعده میده که ما این پیسه را یک بخش روان کردیم به کرونا، به هرات و یک بخش به کابل. نمیگه که چقدر پیسه روان کرده، 1 روپیه روان کرده، 5 روپیه روان کرده. این پول نه به کی روان کرده در کابل، در هرات، به کدام مرجع؟ اوجا کل معلوم است که خب او یک بحثی دیگه است که باز یک وقتی ما تمام ویدیو از رو تهیه کردیم. بله. که آقای مسکینیار میگه ما با والی کابل روان کردیم. والی کابل وقتی که بسیار جالب است همون ویدیو را که آقای مسکینیار یک دو کلیپ نشان میده. بله. موادی توضیح میشه که نشان صلیب سرخ داره، قوطیا و کارتنا. او یک چیزی بر صورت او باز میتونیم که امروز خودش حاضر شد با ما صحبت کنه و ما اسنادی که داره ارائه بکنم که ما شاید 1000 2000 3000 روان کرده باشه، ولی هیچ گونه گزارشی ارائه نمیکنه. میگه ما به هرات و وعده میده که ما نماینده ما در اونجا هست و او گزارش ها روان میکنه. ما کتال تعقیب کردیم هیچ چیز روان نکرده. و باز بار دیگه مردم محل با ما تماس گرفتن. ما خودم شخصا با آقای مسکینیار تلفن کردم که آقای مسکینیار وعده کرده بود که یک بخش پیسه مانده و این گفتی که ما با مردم جمع کردیم، با اون مردم، با اون خاطر، با اون قریه این اختصاص داریم. و بسیار جالب چیز گفت که اگر کسی که آدم معتمد ما از بدخشان پیدا کنیم، مثل که هرات و کابل پیدا کردم، ما این پیسه را با اون چی نگاه کردیم برای مردم منطقه. ولی وقتی که ما زنگ زدم برش که آقای مسکینیار پیسه چی تو شد، گفت پیسه میسه نیست، تلفن قطع کرد. و واقعا ما گله دارم از مردم. ما با شفیع عیار گپ زدم، در هر برنامه در کابل که رفتم، در تلویزیون ها گپ زدم که آقای مسکینیار را دقل سر رحم و توفت بیا یک چیزی از این پیسه کمک کنه. و درد بسیار بزرگی ما است که امی پروژه‌ای را که ما شروع کرده بودم زحمت می‌کشیدیم، در 10 سال اگه او کار ما پیش میرفت و آقای مسکینیار سطح واقع نمیشد، ما امروز بسیار دستاوردهای بزرگ داشتیم. ما بعد از اون حادثه دیگه هر کسی گفته، ما گفتیم که ما هیچ دست نمیزنم، تشبث نمیکنم تا زمانی که قضیه حل نشه. به خاطر از اینکه آقای رستا که ما اونجا گفتم که آقای مسکینیار میاد و بعضی مردم تصور کردن که ما امروز آقای مسکینیار در این موضوع شریک هستم. و خب اونجا شما میدونید که وقتی کسی که از امریکا میاد و میگه که یک تلویزیونی بود اونجا و یک کسی هست پولا رو جمع کرده، دیگه با اون خاطر ما خجالت است. هر کسی که به ما زنگ میزنه میگه ما دیگه هیچ گونه کمک جمع نمیکنم با کسی. حافظی صاحب، تو چی تصور میکنین چقدر پول جناب مسکینیار جمع آوری کرده باشه به نام آرگوی بدخشان؟ شما خدا صحبت‌های آقای شفیع عیار شنیدین که بله. $60,000. اما ما دقیقش نمیفهم، ولی میدونم که پولی بسیار هنگفتی جمع شد. و یک بار خودش هم گفته بود که ما پیسه جمع کردیم، یادم دقیق نمونده. بله. و به هر حال شما فکر کنید ما یک چیز میخوایم از آقای مسکینیار بپرسم که همین 6 سال چی گفته ای پول نگاه کرده. شما ببینین، ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که ما 4 بار در کابل ماندم، بدخشان میرفتم، میآمدم، مرگو میآمدم که همین خیمه ها زمستان میشه، کلی مردم در خیمه تلف میشه.
هیچ کس حتی همون دولت نامرد آقای کرزی هیچ کاری نکردن. پول ها هم گفت سر از این ما یک پروژه گرفتم که همین چی را یک مکتوب دارم از خود از او که اینقدر سرشون فشار آوردم که ما میخوایم که نه تنها آقای مسکینیار بلکه هر کسی که کمک آورده به شمول خودم باید او بررسی شوه و او چی شود دیده شوه. و بالاخره با ما یک سندی داد، یک مکتوبی داد که بله برو اونجا. وقتی که خب اونجا رفتم بعضی کسا برام گفتن که برادر دستت رئیس جمهور و دیگه خب بسیار یک قضیه که بسیار خوب. ما میخواستم تو بگویم که خب یکی خب کمپاین به حساب آرگوی بدخشان کردن آقای مسکینیار و از شما یک مقدار با نام آرگو بدخشان پول جمع آوری کردن. دیگه ای که گفتیم کدام کنسرت هم گرفتن به این خاطر پول از بله ولی یک کنسرت بسیار بزرگ بود. ما همون روزی که حرکت میکردم یک کنسرت بسیار با نام آرگوی بدخشان. با نام آرگوی بدخشان. اما پولش معلوم نیست دیگه تا حالا. پولش فقط به حساب شخصی خودشون. اجازه بدین آقای حافظی که یک ویدیو کلیپ کبانیم. شرایط امنیتی بدخشان قسم نبود که من این کارو میکردم. ما رفتیم اونجا زمین خریدیم، پول زمین دادیم، سندش پیش ما است. اما ای که من نمیتونم او رو آباد کنم و سرکس اعتبار هم نمیکنم. یکی دوباره همی لطیف پدروف و یک شخص دیگه بود نامش یادم رفته. اینا بر ما پیشنهاد دادن که پول با ما راه کنیم ما سرپناه میسازیم. نه خیر. $35,000 مکتون در میوند بانک از پول بدخشان موجود است. $35,000. من کلش حساب دارم از جمله $135,000. بسیار جالب است. حافظی صاحب اجازه بدین که من در این رابطه دو سوال دارم. یکی که لطیف پدروف کی است که آقای مسکینیار میگن؟ خب بر صورت بگذارین او را بانین که نه ما بفهم که کدام روسی است، کدام مشاور بوده، کی بوده لطیف پدروف؟ من نمیفهمم. من شاید او خودش ولی بین بنی به گپی بسیار جالب اینجا. نه هدف مایسا حافظی صاحب که خویی گپا خو یکی دست برده است. یکی امی به اصطلاح چی میگن توهین به نام و شخصیت انسانایی. خب با بسیار تربیت ضعیف فامیلی انسان نشان میده. ما یک کسی داریم به نام لطیف پدرام، اما به نام پدروف ما در افغانستان کسی رو نداشتیم. خب فرموده شما بیاین از اینجا بگذاریم. یعنی در اینجا آقای مسکینیار 35,000 خودش هم تو بلبل وار بیان کرده که پیش ما است و در یک جای دیگه هم گفته که $135,000 ما جمع آوری کردیم. من شما سوال میکنم که یکی چقدر شما این دو مقدار پولی را که گفته، این مبلغی را که گفته شما موافق هستین؟ دوم ای که آقای مسکینیار استدلال میکنن که در اونجا شرایط مساعد نبود. شما خود رفتین از نزدیک بودین، چگونه شرایط در اونجا مساعد نبود که آقای مسکینیار میتونست که نکنه این کار و دیگه یا یک دلیل بیاره؟ و بله ما قبل از اینکه با دیگر جزئیات برم برای من بسیار جالب است که اینا میگن که ما اونجا زمین خریدم. شما ویدیویی که ما دارم که امرای رئیس چی گپ میزنم ضد حوادث در یوتیوب با شما هم روان کردیم. در اونجا او سره میگه که زمین یک منطقه‌ای که ما اونجا رفتم او زمین دولت خریده. اینا نخریدن. نه زمینی خریدن کجا آباد کنن نه کدام گپی. این اصلا اون منطقه یعنی دروغ میگن دیگه. یکی اوخلات در روز روشن دروغ میگن. یکی دروغ است، یکی دروغ شاخدار. ما به مو خاطر شما گفتم که با 10 ویدیو دارم. ویدیو را استاستان میگذاریم جناب استاستای. نه از دوستا خواهش میکنم کسایی که به این موضوع علاقه میگیرن. بله. و تقریبا در حدود 10-15 ویدیو دارم و تمام میدمی طول 10 سال تمام هوش و حواس ما باور به خدا کنید که این موضوع ارگو بوده و چند روز پیشترم ما تماس گرفتم. وضعیت مردم بسیار خراب. ما در اونجا به مردم وعده دادم که به شما گوری دست جمعی جور میکنیم، به شما کلینیک جور میکنیم، به شما مکتب جور میکنیم، ای میکنیم او میکنیم و واقعا با این پول هایی که جمع شد. بله. ما همی کمیته که ابتکار کردیم به هر جا که میرفتیم میگفتن با آقای مسکینیار داریم یا به کنسولگری در سفارت دادیم. در لس آنجلس رفتیم امروی آقای آبیدی گپ زدیم. آقای آبیدی گفت ما پولا رو جمع کردیم دادیم به سفارت. به هر حال یعنی منظوری ما ایست که
اینمی موضوع باعث شده که مردم کمک نکنه. این اول خود ما باور کنین هر کس که میگم نه برادر. بسیار خوب. آقای حافظی، یکی خو مسئله است که گفتن $135,000 امیان پول کم نیست و دوم ای که گفتن که ما زمین خریدیم، این زمین خب اسناد داره، قواله داره، تاریخ داره که چی وقت خریدین، در کجا او را شما از نزدیک دیدین یا هم دروغ است. دو گپ. یک ویدیو کلیپ دیگر هم به اجازه شما میمونم. بدخشان، این بدخشان هم بر ما یک نقطه نیرنگی شده. برادر ما پول جمع کردیم، اینا میگن $240,000 مصرف جمع آوری کرده. امیکی در پاری مشتا بود که حساب کرده باشه که $240,000 ما جمع آوری کردیم. یگانه کسی که اطلاع داشت این خانم میری عباسی بود که ما یک جای فندیزنگ اجرا کردیم و اون سرما تعمیل شد. نمیخواستم اصلا خود میری جان با یک نفر دیگه باید پیش می بود. بر صورت ما مجموعاً $135,000 یا $136,000 جمع آوری کردیم. اون اینجا شما واضح پولی آقای مسکینیار کسی به نام مهریه جان عباسی، شما که از اون در تماس شدین، گپ زدین یا کسای دیگه؟ ما با هیچ کسی تماس نگرفتیم. ما با آقای مسکینیار تماس داشتیم، تماس گرفتیم، ولی آقای مسکینیار دیگه بعد از قطع کرد رابطه‌اش بعد از این حادثه ای که ما گفت که ما شهرک ساختیم و ما برش گفتیم که شهرک از پول هندوستان و زمینش همراه رئیس حوادث گپ زدیم که کاملا تقریبا 1 ساعت ما ویدیو گرفتیم که تشریح میکنه که ما میگم چرا عاجل اعمار نمیکنین. او برای ما میگه که او زمینا باید تفکیک شه و باید او زمینای دولتی و زمینای شخصی استملاک شه بعد از او. و یک چیز میخوایم اینجا بر شما بگویم که این آدم حداقل وجدان داشته باشه. حوادث خوبه، نه تنها آقای مسکینیار ژورنالیست و تلویزیونی گپا داره، مردم عادی تعقیب میکنن که در اون منطقه چی شد. شما وقتی که زمستان میشه باز تماس گرفته میشه با آقای مسکینیار، به هر کسی دیگه که به لیاز خدا بیان کمک کنین. فقط بشر دوست $50,000 جمع میکنه، دمو قریه میره و اون مردم از مرگ نجات میده. حتی امی دولتی آقای کرزی با همه میلیون ها دلاری که جمع شد 1 میلیون چین داد، 1 میلیون امریکا، 1 میلیون هندوستان. این گپ است که ما خود رئیس کمیته ضد حوادث با ما در مصاحبه برای من میگه. ما با اون خاطر مسکینیار که یک بخش بسیار ناچیزی گپ است. اما آقای حافظی $250,000 باور کنین 10 سال پیش برابر کم از کم $1 میلیون فعلی است. همین سعود امریکا و دیگر این بسیار پولی هم گفته است، این بسیار پولی کلان است. چطور که باز شما خاموش ماندین، مردم خاموش ماند؟ اون دیدین که در ویدیو کلیپ گفتن که باید در کراون اتورنی، در جنرال اتورنی باید مراجعه میکرد. چرا این کار نکردن؟ ما این کار آقای رستم ما این کار کردیم. من کلیپ شما تا آخر اگر ببینید در اونجا ما پیشگام از این شدیم. اینجا ما براتون یک چیز نشان میدم که ما این کار ادامه داره. ما حد هر جایی که رفتیم این مثلا گفتیم باور بکنید که بخی ما چی خود از استاده. اینی چیزایی است که مثلا از بنیاد پیوند ما تال نگاه کردیم. اینی نشته است به نام دوسیه آقای مسکینیار. اینی هم چیزی پیوند 2024 است. و ما اینجا چون مسئله آبروی ما بود، این هم کمک مکتوب است که ما از چی گرفتیم که بعد گزارش بتن که کی کمک کرده کی کمک نکرده. در اینا در تمامی از یا گفته شده که آقای مسکینیار اصلا نمیشناسن که آقای مسکینیار در اونجا آمده یا نه. اصلا اونجا نرفتن، زمینم نخریدن. ما تا جایی که من خبر شدم گفتن که رفتن با محمد نور کدام پیوند کدام کار کردن و خب مسائل شخصی شان است به ما ارتباط نداره، اما زمینای خسر خدا فروختن یا چطور خب گپای شخصی است، من نمیخوام به این چیز کنم. اینا متأگب. اجازه بدین که ویدیو کلیپ شما میجا امیر بگذاریم به اجازه تا. بفرمایید. امیدوار هستم جانتان جور باشه و تا این دم زندگی به میل دلتان بچرخه. من عبدالفتاح عزیز در خدمت شما دوستان قرار دارم به یکی دیگر از ویدیوهای کانال یوتیوب بدخشان پلاس. دیگه موقعیتی که ما قرار داریم ولسوالی ارگوی بدخشان است، قریه آبی باریک. شاید در ذهن شما دهکده آبی باریک بسیار زیاد روشن باشه به اساس از اینکه قریه یک بار چپه شد و زیر خاک شد و باز دوباره جا بازسازی شد. داستانای
مختلفی در مورد از این قریه وجود داره. یعنی یک تقه است همراهش صحبت میکنیم، بعد اگر که شد میریم صدا چرا صحیح نیست؟ قریه چی داره؟ صدا صحیح است صاحب، شما نمیشنوین اما صدا صحیح است. خب حافظی صاحب صدا صفا اینجا باز برنامه رو تکرار که ببینید صدا صحیح. خب این یک قریه رو نشان داده. شما یکی دو مصاحبه داشتین، اگر میخواین شیر کنین اینجا ما حاضر هستیم که بندازیمش که ثابت شه برای مردم که شما اونجا رفتین بودین. اگر دارین در فایلتان امور رو بیارین. دیش بفرمایید شما دارین. ما همین لحظه بله. خب به هر حال بله. او شکل با پوزش که جناب حافظی قطع شد. حافظی صاحب دوباره اگر صدای مرا میشنوین دوباره بیاین، تا وقت ما یک آهنگ تکراری میمانم تا که حافظی صاحب دوباره بیاین. برای اینکه اشتباه ما بود، از لحاظ تکنیکی یک پرابلم پیدا شد، همین قطع شد. اگر حافظی صاحب بتونن که دوباره بیاین. بسیار ببخشید حافظی صاحب. خواهش میکنم. این دستواشوری ما است. خب تحقیق که آدم کم بفهمه همه ما خودم مثل شما. بله بسیار خوب. حرفای دیگه که در این رابطه اگر دارین حافظی صاحب بفرمایید، شما بگوین، بیان بکنین. اندکی گفتم ولی بسیار دارم قابل گفتن. یکی از گفتار ما است که چون وقت بسیار کوتاه نمیتونم گفتم که از کجا شروع بکنم، ولی خواهش من از آقای مسکینیاری هست که بیاین حاضر شوند با ما هم صحبت شوند. من از آقای زرابی را این خواهش کردم، یا ای که خصوصی بیا با ما بشینه گپ بزنه. بله. به اصطلاح مو معلوم شود که گپ از چی قرار است. و ما گفتم فقط شما همین ویدیویی که شما دیدین فعلا، بله. این قضیه که است، شما این قضیه است که ببینید به نام از این میلیون‌ها دلار جمع شد. و ما اونجا در ویدیو همین لحظه نتونستم پیدا کنم. اونجا میگم که ما اینجا باید یک قبر دست جمعی جور کردیم. در اونجا همین گزارش قسمت دیگه هم داره که در اونجا مردم پرسان میکنه که کلینیک دارین، میگن نه، سرکشون خراب افتیده، مردم به این قدر یک سرکه دیوار سیمتیس با او تیر میشن میرن و او حالتی چی که شما ببینین. و ما در اونجا میگفتم برای ازیا که ما امیدوار هستیم که شما یک شهرک آبرومندی جور شود، گرچه جبران نمیشه شهیدای شما، اما وقتی که این حالت هم ما میبینم بسیار و ما ایران میمونم که آقای مسکینیار چطور هیچ قسم احساس داره که حداقل ما 6 سال تلاش می بوده که ما ببینیم که چی کرده، تا ای که بالاخره خودش بعد از 6 سال اعتراف میکنه که پیسه پیش ما است. ما نگاه کردیم پیسه را از برای پیسه را چطور تو نگاه میکنید؟ این حالتی که مردم قرار داده، زمستانی که اونا باید در حال مرگ بودن، حداقل یک بار همونجا میرفتی یک کسی را و یکی بسیار درد بسیار بزرگ ما است که از این مردم بدخشان خود ما بارها تقاضا کردیم که بیاین همکاری کنین، بیاین می آدم ما بازپرس قرار بدیم که پیسه تو جمع کردی. چرا این چند گپ است؟ گپی پیسه ای که خورده این مهم نیست، مثل از هزاران نفر گپی که تمام مردم مایوس کردن و ابتکاری که ما کرده بودیم که چندین نهاد یک جای میشن و اینا میرن گزارش‌دهی میکنن. شما در ویدیوی ما ببینید که ما مسجد توحید میرم و اونجا صحبت میکنم، از پیش خود چی رسید میگیرم که نوشته که پیسه جو جمع شد. پس میرم از افغانستان میام باز در اون مسجد میرم با مردم اوراق توضیح میکنم، ویدیو را نشان میدم که برادرای ببینید که پول شما یک سنت به جا نرفته. پیسه ای که از میمونم میرم در مسجد در چی میتونم در قریه ایساری در لیسه نسوان او را توضیح میکنم. هر جایی که رفتیم پشت خانه‌های مردم رفتیم او گزارشاش وجود داره. ما خواستیم که اینمی یک نمونه باشه، یک سرمشق باشه با $12,000. اما اینایی که اینقدر پول بوده
حداقل خو از همون به اصطلاح وطنی ما از گاو غدود خو میدادن به مردم. یک بار خو میرفتم اونجا که حداقل دیگه من نمیفهم که آقای مسکینیار چطور حاضر میشه و میگه که ما زمین خریدیم اینجا. اون رقمی که برای ما گفت که ما شهرک ساخته. بله. و این را نگفته نمیمونه که شما گفتین شما تو چی کار کردی. بله ما در طول مدت مراقب این موضوع بودم، در هر جایی که رفتم این موضوع را دنبال کردیم و بالاخره همین ویدیویی که شما میبینین که اعتراف میکنه یک تصادف، یک چانس شده که این کار ما ثبت کردیم و این آدم در اونجا میگه که کدام گپی مغرضانه نباشه. بله. سوال میکنه که بلیاز خدا مردم دعالت مرگ هستن، یک چیزی کمک کن. تو میگی ما به هرات روان میکنم. کدام عقل سلیمی را حکم میکنه؟ تو چی کار هستی که به هرات روان میکنی؟ پیسه را با اونجا جمع کردی و حالتی است که زمین میلغزه، کل مردم زیر خاک میشن. یک بخش دیگه از دیگه قریجات میان که مردم من نجات بدن و او دیگه بار رانشی زمین این مردم هم میگیره. شما در ویدیو میبینین والی میگه که ما دیگه امکانات نداریم. همون کسایی که از نماز غیابی بالایشان نماز جنازه خوانده میشه همون تو جا به جا هستن و مردم داد میکنن مردای ما را زیر خاک بکشید. این قضیه ارگوی قضیه بود که سر تا سر دنیا را شما در ویدیوی دیگه که هست از الجزیره را میبینین که خبرنگار الجزیره اونجا میره اونجا گزارش میده. حتی اوباما فکر کنم که یک اشاره بله پیام اوباما همش در ویدیوی ما هست. شما بیننده های عزیز خدمت شما عرض کنم که واقعا آقای حافظی ویدیوهای زیادی را راوند کردن چون حجم برنامه ما کم است، ما نتونستیم همیشه یه پلی کنیم، اما راست میگن ما دیدیم با چشم خود. این یک قسمت الجزیره یک کمک اجازه بدین که ما بفرمایید اینه میمانیم که مردم ببینن که یک چقدر آباد بین‌المللی داشتی. بله امیر این همیست. بله Aid for the survivors. یک فرصت مساعد. امروز 16 ماه می سال 2020 میلادی است. اردکمو متصلای شد یا تپه لغزید از اثر برباریا. احتیاط زیاد هموطنهای ما در بدخشان گیر آمدن، جان دادن و این ویدیوی به خانمان شدن. $240,000 برای مسکینیار مردم کمک کرد که عاجل برسانه. تا امروز رایی نکرده. اما پولایی که با حرمه بدخشان جمع آوری شد چطور شده به حساب استاد؟ این ویدیو را با تایتل انگلیسی دادیم. شما از موضوع خارج گپ میزنین، دونی شما هیچ اطلاع ندارین. ما تقریبا 2 ماه به این طرف هست که کمک‌های بسیار زیاد به کابل و همچنان به ولایت هرات فرستادیم. امیدوار هستیم بعد از این هم برنامه ما را خبر دارم این مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن با خدا نان خوردن ندارن، دوا ندارن، کرونا هستن. اگر یک دستی کنه که نگاه یا کمک اجازه بدین از طریق تلویزیون بشنوید. امروز این مرض یا این ویروس که گرانبار have lived in these places in their village for hundreds of years and they think that they will continue to live there and وحشت زده شدند و سراسیمه نزدیکانشان را در while driving on the way to the village. That was not enough for the people. Now the people say that the aid is there, but it is not distributed properly or in a transparent way. And it's been 3 days of since the landslide happened, and still people are camping out with little food and little water. Abdullah Shahu joins us on the line now from Ab Barik in Badakhshan. Abdullah, you just highlighted there the desperation among the survivors, but they're also, as you mentioned, very angry at the government's decision to halt rescue efforts. Yes, people are digging themselves. They haven't given up. They're looking for their loved ones that they have lost,
and they say that they will keep digging as much as they can. It is a very challenging task for them because they do not have sophisticated machinery. Only dig with bare hands and shovels. And that's going to not take them too long to find the dead bodies. I mean, it is impossible with no technology, nothing, just shovels, digging piles of mud and trying to recover the dead bodies. Now, Abdullah, there's also frustration at the pace of the aid distribution. Why is there not enough? One of the challenge is the road, the geography, and getting the aid to that village is difficult. بله بسیار جالب است. تشکر جناب حافظی صاحب. اما یک ویدیو کلیپ ما یک مقدار غفلت ما هم است که همون بخشایی که شما در اوجا بودین و ما یک به یک دیدیم کلشه، امور هم یک بخش اگر پیدا کردم میتونستین بسیار خوب بود. اگر که تا وقت پیدا کنین با اجازه تانم تفسیر دوستا را عاجل بخوانیم اگر پیدگی داشته باشین بازم میگه. آقای بریاله ادا چشم ما روشن که شما را میبینم. درود و سلام. جناب خانم یک خانم است که فقط دشنام توهین کرده. حسام امینی، درود به شما جناب امینی. آقای نور محمد فکری میگه جناب فروغی فتوا دادن. خب آقای عفت گرامی درود و سلام. خانم هماجان امیری ولی درود و سلام، خوش هستم که شما را میبینیم. آقای بصیر بینا، خانم مکی جان حکیمی، آقای عمر کاوش، جناب زیای دیقان است که زیای عزیز دیقان میگه درود به دوست من راستای گرامی و میمونن عزیزشان. فکر میکنم یک پدیده باید سراحت بخشید که احترام به حریم خانوادگی قانون اجتماعی ثابت و قدیم در تمامی افغانستان است. از جمله در میان اقوام پشتون احترام به حریم خانوادگی یکی از اصول پشتونوالی است. هیچ کسی حق ندارد بدون اجازه به خانه و حریم شخصی کسی داخل شود. پس امروز اگر طالبان این رسم مقدس مردم افغانستان را زیر پا میکنند و وضاحت به اثبات میرسند که آنها نه تنها از رسوم و عنعنات مردم غیر پشتون بلکه از اصول پشتونوالی هم بیگانند. سپاسگزار هستم جناب عزیز گرامی. امیدوارم که در وقت میمان برنامه باشید. تا وقتی که شما پیدا میکنید مایک شما را فعلا به اجازه تان. بله خب آقای نور محمد فکری میگن که در ترکیه خانه خریده میکنن. حافظی صاحب کتیمه هستین؟ بله یک دوست ما نوشته کردن که آقای مسکینیار با این پولا در ترکیه خانه خریده. جریان شما چه قسم شنیدین؟ بله اینم در برنامه‌ای که ما همراه شفیعیار داشتم کسی از کانادا زنگ زد و او گفت که بله، گفت که اینجا خانه خریده همسایگی ماست و فعلا هم در ترکیه تشریف دارد. بسیار آقای ضیا عمر صدیقی سلام و درود. جناب سخیرات، آقای نور محمد فکری، خب آقای زیور فرحت، حتما جناب فرحت گوش میکنیم. خانم روز سلام و درود. آقای فکری میگن که در شهر انطالیای ترکیه برای وانا مسکینیار خانه خرید تا خود را از حسابگیری دولت امریکا خلاص کند. بله دقیق است. نه. یک مشکل دیگه هم است آقای، صدای من انعکاس میکنه ما چرا باشیم که با اجازهتون. یک مشکل دیگه هم است جناب حافظی گرامی که امی کسایی که دزدی میکنه راههای باز نجات یافتن از قید قانون هم اونا پیدا میکنن. در اینجا بسیار افغاناست با تاسف، بسیار کسایی است که خانه به نام مثلا برادر خود، باجی خود، دختر خود، یک عضو خانه بچه خود میخرن و
به این شکل و اینا. اگر آقای مسکینیار خانه را به نام دختر خود خریده باشه و ای پیدا کردن از این ترک کردن از این کار بسیار دشوار است یک مقدار و اما در هر حال اگر که اقدام قانونی شود باور کنید که پیدا میشه خودش. شما یک موضوع خدمت شما عرض بکنم که اول خوی کار غیر قانونی گفتم که نهادهای خیریه کار ابتکار کرده بودن که اینا باید مؤسساتی هستن که باید گزارش بدن به اتورنی جنرال و با مؤسسات آیرس حداقل تکس بدن. اما آقای مسکینیار وقتی که در حساب شخصیش جمع میکنه، من متاسفانه امروز هیچ موقع نرفتم که با فکر از این که کلیپا رو شما جور میکنین و ضمناً دور از رویتون من یک دندان درد بسیار شدید دارم که تقریبا 5 ماه 6 ماه که ترکیه چی میرم مکسیکو میرم. ما کلیپایی که کسایی که پول دادن و با صدایشون گرفتیم که اینا گفتن که ما پیسه رو به این آدم دادیم که عاجل برسانه، ولی بسیار اگر گپ به اینوستیگیشن بکشه بسیار ساده برش پیدا میشه، چون به حساب تلویزیونش پیسه را جمع کرده. این پیسه در حساب بانک هست، این پیسه چی نیست. این که باز اون پیسه را میگه که خانه به نام او خریده او گپ دیگه است. بله راهش، اما ثابت میشه که چی سال بینم امو پیسه که 1,34,000 میگه و 35,000 این اولین بار است که یک رقم میده. بیاین امو را بیا حاضر شو. بله صدای شما را من نمیشنوم. بله بفرمایید ببخشید. بله گفتم آقای مسکینیار ما برش چلین میتیم که بیاید. ما در سندیاگو هستم، یک مدتی نبودم، در یوستون رفته بودم. ما در سندیاگو هستم و طرفش ما هستم. ما ایره گفتیم، بارها گفتیم که ما ایره چی میکنم و اقدام کردیم. این در حالت در جریان هست. بیشتر با شما چیش نشان دادم و خوشین که ما اینی ویدیویی که شما دیدین که چیزای متاسفانه چون امکانات چی نداشتم با مو اندازه که خودم بود او چی انداختم، متنای انگلیسی انداختم. بله این شما این اسناد است که باید با اتورنی جنرال این روان کردیم ما و این پروسه را ما خواستیم که وکیل بگیرم و از تقاضا کردم از دوستا از هموطنا که با ما همکاری کنین. بله ما نه به که دشمنی با مسکینیار دارم یا با کسی دیگه ای دارم، اما وقتی که ما در امریکا و جای در افغانستان خوب گپش روشن بود که اونجا خود چور بود، اما در امریکایی که اینجا به اصطلاح نهادهای قانونی وجود داره، اینجا باید گزارشدهی داره. این آدم چطور و ما هم ایران به میمانم که آقای مسکینیار چطور در طول 6 سال یک کلیپی گزارش نداده که برای که بگه که خب خودش نرفت یک کسی دیگر روان میکرد اونجا که حداقل شما ببینید از الجزایر از کجا میره اونجا گزارش میکنه. آقای حافظی شما خبر داریم که در ایران یک حادثه شد. اینمی شفیع عیار برنامه داره $96,000 جمع کرد، گفت که من این پول جمع کردم، 20 خانه پیش چشم ما جور کرد. بله با مردم قراکشی کرد، تصمیم کرد و گفت که ادامه داره این پروسه. بله گفت هر خانه چقدر میشه، کده کدام کمپانی قرارداد کرده، افراد پیدا کرد. در افغانستان افراد قابل اعتماد کم است، در افغانستان امکانات در هر زمان مساعد بوده و به خصوص امیال که طالب است. این امیال که من برم مرکز چیز نمیگن، من یک کار کنم طالب استقبالم میکنه. بله غرض ندارم. ولی اون رژیمی که در اون وقت بود خود نمیشد. خانواده خود آقای مسکینیار بود و دوستای بود. به هر حال امیدوار هستم که آقای مسکینیار انصاف کنه و این پرابلم حل بسازه. اینی که یک دوست دیگه میگه با توهین لطیف پدرام میگه، اما پدروف که میگه پدرام خوی دیگه اخلاق بسیار پایین نشان میده که یک آدم یک کسی را به نام توهین کنه. به هر حال خب هر چی است، مثلا پدرام وکیل بوده در اون دوره. بله وکیل مردم بدخشان بوده. اگر او تقاضا کرده که بیا پول کمک برش یا برای ما بتی، او خود نمیگه پدرام که بیار برای ما پول بتی. بله ما با وکیلا صحبت کردم این موضوع را. یک بار که آقای مسکینیار کابل آمده بودن، ما این موضوع را به نماینده احمدزی مسعود گفتم که برادر این میال آقای مسکینیار هست، از پیش حساب بگیرین و تا شور خوردیم آقای مسکینیار کابل ترک کرده بود.
یک چیز دیگر هم خدمت شما بگویم جناب و با بیننده ها بگویم که بیننده های عزیز، یکی اختلافات سیاسی و بگراند های سیاسی، اختلافات سیاسی ما است که ما میتونیم در اوج نقدای بسیار تند و تیز آمده داشته باشیم. در اروپا هم هست، حتی که چوکی در پارلمان در کلیه که دیگه میزنن که همیان سیوالایز نیست و به هر حال. اما یکی مسائل شخصی است که از مسئله سیاسی یا یک مسئله که یک آدم حق قانونی است که پرسان بکنه از یک کسی، باز او را بگوید که مربوط تو نیست، تو غرض‌آلود صحبت میکنی، یا یک آدم را مثلا پدرام است او را پدروف بگوید، یا کارمل کارملوف میگفتن. اینی دیگه باز یک چیز است، یک قسم بی‌ادبی است، بی‌تربیتی است، بی‌نزاکتی است. یعنی مردم میتونن صرف مسکینی ها رو اونما والا شدیدیم که مسکین کش و این آن. ما طرفدار از این گپ نیستم، این درست نیست. به هر حال امیدوار هستم که گپ آقای وصال سلام و درود، خانم مرزا جان سلام و درود. و یک چیز در مورد پدرام هم بگویم که پدرام خب فرموده شما وکیل بوده در اوجه و ای که ما کدش اختلاف سیاسی داریم و نداریم و یک طرف، اما این خب مسئله حق مردم هست دیگه، که حق مردم او خواسته. نه ما پیشتر خدمت شما گفتم که در اون محفل برای من میگه که تو چیکار است که از ما حساب میگیری که مشارکت اونجا ساختم نفس. نه برای من میگه تو وکیل بدخشان هستی. خیلی مگه وکیل نیستم، خب امو پدرام که تو تماس گرفته او خب وکیل بوده. بله. آقای امیرزاده سلام. میگه راستا صاحب گرامی، جناب مسکینیار در ویدیوی خود گفته است که پول در میوند بانک است و گفته که اسناد زمین نزد من است، پس چرا به مردم نشان نمیده؟ این میوند بانک در کابل بوده حافظی صاحب؟ کدام بانک؟ بله میوند بانک در کابل است. بله. خانم پروین جان ارغندیوال میگه شرم به مسکینیار دوست. خب نظر شماست، ما دیگه در مورد چیز نمیگیم. ما اینجا خدمتتون عرض کنم که من یگان بسیار زیاد چی داشتم، کامنت هایی که همی چند روز پیشتر با آقای زرابی جناب مسکینیار صاحب با همراه آقای زرابی چی داشت، مصاحبه داشت مورد اشرف غنی و در مورد ولی جالب است که در امو محفل که هیچ ارتباط به این گپ نمیگیره، مردم قدر اساس شدن که ده ها کامنت اونجا گذاشتن که تو پیسه بدخشان چی کردی. بله. ما کامنت ها را امیدوار هستیم که ما شما بتونیم برنامه دیگه حتما در آینده یک حدود یک برنامه اینما قدر میگنجه و حتما در برنامه های دیگه حافظی صاحب ادامه میدیم ما و شما و کوشش میکنیم که می قضایا روشن شود. شاید مسکینیار صاحب باز اونجا بگویه. اینجا آقای صافی صاحب میگن که آقای مسکینیار گرامی لطفاً بیایید جواب بدید. شما صافی صاحب این برنامه ما را از اول ببینین، از جایی که حافظی صاحب تشریف دارن. در اوجه ما ویدیو کلیپ های مسکینیار صاحب ماندیم، اونجا واضح خودش گفته که این پول پیش ما هست، منطقه مقدارش یک چیزی گفته و گپایی که هیچ گونه استنادسازی نشده، ثابت نشده، فقط یک گپ هوایی که 135,000 است، یعنی در 135,000 دلار خودش اعتراف کرده. در ابتدا شما ببینید ویدیو کلیپ هم میبینید شما. درود به شما کنگره جهانی پارتیگویان. دکتر عارف اژیر میگن خب میگن دکتر صاحب باشین که این میگه دکتر صاحب میگه که درودها نثار شما و میمان گرامی شما. سپاسگزار جناب دکتر صاحب گرامی. خب آقای عثمان امیرزاده میگه راستای گرامی مسکینیار یک انسان دروغ است. دروغ یادتان است. کریمه آینی باشیم که این یک آدم بسیار نازنین آمده که ما بسیار دوستشم دارم و مرا بسیار بدم میبره به خاطر سابقه هستیم بخوانیم. آقای داود ملکیار میگن خب دیستریکت اتورنی صورت گرفته یک سنگدوت جناب راستا و جناب حافظی تعقیب پول آنها در امریکا با آسانی از طریق پلیس و سارنوال می باشد که بعد آیارس می تواند و با آسانی باشیم که مایک شما را ما قید کنم برگرده. خب که آیارس می تواند با آسانی حساب بانکی قابل تفتیش و محاسبه می باشد، لذا بهترین راه از طریق سارنوالی بعد از طریق قانونی پول ردیابی می شود و در صورت تخلف مورد پیگرد قرار می گیرد. شما در این رابطه چیز گفتنی دارین؟ ملکیار صاحب است اینجا که تبصره کردن. بله آقای ملکیار در جریان هستند، ما دوست گرامی ما هستند و
دیگه یک چیزی واضح است وقتی خودش میگه که ما 6 سال تالی این پول نگاه کردیم، یک پولی که آجر ما خدمت شما عرض کردم که او قریه در چه حالت است، مردم در چه حالت هستند. کدام عقل سلیمی را قبول میکنه که یک آدم اگر هدف سو نداشته باشه و پول از نگفتن. اما یک موضوع دیگه عالی یادم آمد که در سال 1999 که من به تاجیکستان بودم، عین قضیه یک زلزله رخ داد در ارگو، در رایم و در رستاق و چیاب ولایت تخار. جناب سرایای سدید امرای آجی اکبر و رئیس مسجد نیویورک اینا تشریف آوردن. ما امروز روز زن تجلیل کرده بودیم و در اونجا صحبت کردن. در اون وقت هم آقای مسکینیار به نام ابو زمین لرزه که دو زمین لرزه شده بود، یکی در بار شده بود یکی در زمستان، پول جمع کردن و آلی کس چون اجازه نگرفتیم از وادم که وادم میگه ما برش گفتم که همی پیسه را با آجی اکبر بتی. آجی اکبر خودش برای ما گفت که یک کسایی دیگه پول هستن که جمع کردن ولی با آجی اکبر نداد. اون آجی اکبر امروی سرایای سدید آمدن به تاجیکستان، از طریق تاجیکستان ما اونا را روان کردیم در داخل. $100,000 از سرایای سدید یک زن به داخل چی رفت. ما برش گفتم که به قماندانا از پیش مردم میگیرن، شما کوشش کنین که. و ابوالفضل خلیلی ابو در اونجا آمد، یک قریه به نام لاس آنجلس جور کردن، زمین خرید و با مردم داد، مردم آباد کردن در شرایط جنگ که وقت که او یک خانه من بوده دیگه. او وقت رستاق چیاب در زیر اثر چی بود؟ جبهه مقاومت بود. این شرایط قماندانی هیچ دولت اونجا وجود نداشت. اما یک متل داریم میگه که دل بسوزه از چشم کور او میه. بله بله بله، بسیار خوب. خدمت شما باید بگویم یک چیز دیگر هم آقای حافظی ما به شما بگویم. ما با جناب هنرمند بسیار عزیز کشور ما احمد مرید مصاحبه داشتم 2 هفته پیش. ما یک چشم دید خود قصه کردم بسیار بسرا اینمی فارسی که ما گپ میزنم، اگر که ما کدام فارسی ما را نمیفهمین حافظی صاحب یا کدام مشکل داره بگوین که ما خود اطلاع کنم اگر سواد خود بالا ببرم. ما در اونجا گفتم که در UCLA که یک یونیورسیتی بسیار مشهور در کالیفرنیا است، شما میشناسین؟ بله 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 بله. یونیورسیتی آف کالیفرنیا لاس آنجلس، UCLA مخففش. دختر من در اونجا ژورنالیسم میخوان، سال 4 یا 3 بود. امی افغانا در اونجا یک کمیونیتی افغانا دارد معطلین. بله. در رأس یک آقا بود به نام سلمان حسین بچه وحید حسین. بله. اینا در میرابری کمیته امی بود در راستش و امی دختر ما بود، 1-4 نفر دیگه. دختر ما آمد برای ما گفت که پدر اینما تو یک کمپاین داریم برای افغانستان که پول جمع کنیم. تو کدام هنرمند میشناسی که بیای برای می کمپاین فری مفت پول توقع نکنه و بیای امی چیز کنه، بیای اموجه کنسرت بده؟ ما گفتم نعیم جان پوپال زنگ زدم، گفتم برادر اینو تا قضیه است، میریم پول مول نیست، منطقه ما میایم تو را میگیرم از خانه میبرم در اوجه محفل است در UCLA در لاس آنجلس و افغانای معاصلین افغان در لاس آنجلس جمع شدن اونجا و اینم یک کمپاین است که برای افغانستان پول جمع میکنن. خلاصه بین 30 یا 35 هزار باور کنین دقیق نمیفهم امی چیز پول ما جمع کردیم. امی مایکتون اگر خاموش میکنم حافظی صاحب که صدا انعکاس میکنه، ما خاموش میکنم. خیره بفرمایید. باز امینجا ما رفتیم دکتر فرید یونس هم که دکتر میگه خدا خب هر صورت او را خواستن امان صحبت کرد. 35 هزار اونجا جمع شد. 10-15 هزارش یاد من نیست دقیق. آقای سلمان امیدوار هستم که روز بیان توضیح بکنن. امی پولا انتقال دادن با $1,000 یک کمپانی دنمارکی بود چا میکند به مردم، چا در سمت های لغمان مشرقی در اونجا مصرف کردن. یعنی ما میانه دادیم، دوستا ایرانی را برده بودیم، خلاصه مردم پول دادن زیاد.
دیگه روزش که سلمان حسین که حال لایر وکیل است پرسان کردم که سلمان جان امین متواقی پول چی شد؟ گفت من با مسکینیار دادم. گفتم بالاخره سرنوشتش؟ گفت سرنوشتش معلوم نیست. این میره در ویدیو کلیپ های خود ای انداخته که ما به نفع ما تو در کجا کنسر دادی، چطور ما یعنی یک از آدم ساده الله و گفته خودش پوچمغز خواد بودم که ما برم بر یک انسانی که اینو تو یک قضیه دوسیه در پشتش هست ما کنسر بودم و هیچ مناسبتی هم ما کدش ندارم. یعنی آقای مسکینیار تا حداقل این برنامه ما رو یا نشنیده یا اینکه ادبیاتش ضعیف است یا اینکه ادبیات ما ضعیف است. من نتونستم اینمی رو بیان کنم. امیر فقط به حساب رکورد خدمت شما گفتم. یک چیزی از هر من الشمس است. بله 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 کاملا این موضوع آقای مسکینیار یک چیزی بسیار بله. این که دوستمون بله بله بفرمایید. دوستمون نشته که در برنامه فهیم کودامنی سال 2011 که معذرت خواهی کردیم ویدیوی بسیار شرم‌آور که ازش فهیم کودامنی گرفته. با شما وعده میتونم دوستای عزیز که در این زمینه ما یک برنامه می داشته باشم بسیار جالب است. خب آقای ربانی سخی میگه این کثافت همیشه با استفاده از امکاناتی که داشتن دست به چپال داده. خب امیدوار هستیم که توهین نشه اما با تاسف تعداد مردم هم این کار کردن. آقا صاحب عاطف سلام و درود ما را بپذیریم. دکتر صاحب گرامی اجیر میگن که از این که جناب حافظی صاحب این مسئله را دنبال میکنید سپاسگزارم و بگذارید این درسی باشد برای همه اختلافگران و سرآغازی باشد برای تامین عدالت. یک دکتر صاحب گرامی واقعا همینطور است. به هر صورت جناب حافظی گرامی در قسمت‌های آخر برنامه هستیم. حرفای دیگه اگر دارین لطفاً بگوین که با برنامه ختم کنیم. برای همین برنامه ما فقط آرزو دارم که حداقل آقای مسکینیار دیگه در پشت تریبیون که تلویزیون قرار میگیره خودش در موقعیت قرار بده که به عنوان یک ژورنالیست مثلا همین قضیه 10 سال شد چطور امیر خوابش میبره و چطور این آدم وقتی که تو توانایی رو نداری که در منطقه بری یا به اصطلاح چی بکنی چرا پس پول جمع کردی؟ و ما گفتم که من آنقدر اسناد دارم و این قضیه را ما چون با ما یک گپی شده که حیثیتی شده. تمام پروژه هایی که ما داشتم پلانی که داشتم مصارفی که کردم همه گپا فقط به خاطر ازی بود که ما بتونم در آخر زندگی خود یک رسالتی انجام بدم یک بنیادی ایجاد بکنم که ما البته با دوستا با تمام چیا و خوشبختانه یک قدم برداشته بودیم. شما فکر کنید که چند نهاد شما یک جایی میکنین صحبت میکنین و ما از آقای قدیر فطرت از آقای داوود جان خداوند دو کسی که غریق رحمتشون کرده با ما همکاری کردن دیگه پروفسور سید نظیف شهرانی عنایت الله شهرانی پروفسور جیلانی یفتلی اینی کسا را کلش ما جمع کردیم اینا هر کدومشون همکاری کردن اما این مسکینیار تمامی بافته های ما را پنبه ساخت. ما با او خاطر و ضمناً خدا به اصطلاح واقعا شرمنده میبینم ده ها تلفن برای من میاد ما فقط جز از این که بگم که من خجالت هستم پیش هیچ کاری از دستم نمیاد ولی که بسیار امکانات بود که ما میتونستیم کاری بکنیم اما ما اعتراف میکنم که این نمیفهم که از بسیار زیاد خودخواهی های ما است یا هرچی است که ما نتونستم که همین راه را ادامه بدم و البته خب در جریان مریض شدم دوباره عملیات شدم مشکلات دیگه پیدا کردم از سندیاگو رفتم به یوستون اما هیچ وقت خدا شاهد از قسم میخورم براتون که یک لحظه شبا در فکر من میاد و همون مردم همون قضیه که ما رفتیم دیدیم و اگر شما لطف بکنین یک برنامه دیگه که ما تمامی هم یک فشرده ای که از 10-20 ویدیویی که دارم که چقدر زحمت کشیدیم با قریه رفتیم بعد قشلاق به خدا پشت دفری که غریب و بیچاره است رفتیم به دست خود برزون دادیم اما همه همین زحمت های ما برباد شد. تشکر. حافظی صاحب گرامی اول که شما چرا خجالت بکشین؟ شما ما ویدیو کلیپ های شما رو یک به یک دیدم اینمی برنامه اینما قدر گنجایش داشت سرآغاز امی پروسیجر است و به خواست شریفانه تان از امیال ما پاسخ مثبت میتونم که
در آینده ها این ویدیو کلیپ ها را شما آماده بسازین. یک برنامه خاص برای شما میگیرم، فقط همین ویدیو کلیپ ها را توتا میمانیم تا جایی که امکان داشته باشه برای 35-40 دقیقه و طبیعی است که این قضایا را ادامه میتیم. شما از کارکردهای شما که من دیدم، از متن صحبت شما تو احساس میکنه انسان که شما یک انسان بسیار شرافتمند، صادق، پاک و خدمتگار مردم هستین و در این سنای آخر که ما و شما رسیدیم یگانه چیز همین میمانه که دروغگویی، دغلبازی، عصبانیت، توهین کردن مردم، تحقیر کردن انسان ها به نام ایگفا، داوری به اصطلاح پیش داوری و مردم متهم ساختن و توهین کردن، این راه انسانیت نیست، این راه انسانهای آگاه و شرافتمند نیست. و یک ژورنالیست وقتی که ژورنالیست میگه خدا یک انسانی که در رأس یک تلویزیون می باشه، او باید از همه که انسان مهذب، شرافتمند، صادق، راستگو و پاک باشه و تلویزیون وسیله و دکانداری نسازه برای پر کردن جیب خود. با تعصب حافظی صاحب ما به شما بگویم که اکثریت مطلق تلویزیون هایی که در اینجا در برون مرزی و در ایالات متحده امریکا بخصوص در سمت های لس آنجلس است، فقط یک تا صاحبایی است که اصلا آگاهی از فن ژورنالیسم تلویزیون ندارن، سواد کافی ندارن، تحصیل کافی ندارن و در عین حال فقط یک منبع دکانداری ساختن به نام تلویزیون، فقط از مردم پول گرفته میگن و یک تا از مردم ساده لوح ما برای پولم میدن. این تجارب من دارم، در آینده هم خدمت شما خود گفتم. از حضور شما یک دنیا سپاسگزار هستم، ممنون و حتما برنامه های خود داشتیم و شما در رابطه خود بودیم. بیننده های عزیز و ارجمند، این بود صحبت ما در رابطه با قضایای زلزله و رویدادهای طبیعی که در سال 2014 به خصوص و به ویژه در آرگوی بدخشان صورت گرفت. کارها و کارکردها و فعالیت‌های جناب ضیا حافظی که خودشان برنامه تلویزیونی داشتن، یک شخصیت فرهنگی و یک شخصیت بسیار شرافتمند و خوب یافتم میشانم و حتما این پروسیجر هر وقت که آقای حافظی بگویم ما در خدمتشان خواهد بودیم، پندارها و گفتارها در خدمتشان، نه تنها در این مورد که از داشته‌هایشان، تجاربشان در عرصه‌های مختلف در جریان صحبت‌ها در اینجا بهره خواهد گرفتیم. از حضور آقای حافظی یک دنیا سپاسگزار، از حضور شما و از تبصره‌های دوستان. تا برنامه دیگه شاد، جور و صحتمند باشین.